شاید تا به حال براتون پیش آمده باشه خواسته باشین فایل گوشیتان را با یک از برنامه ها قفل کنین. برنامه های مثل گالری ویژه، گالری مخفی و یا هم برنامه هایی که در ظاهر شبیه ساعت و یا ماشین حساب است، ولی آیا برنامه ها واقعا امن است؟ در ادامه قرار است روی این موضوع صحبت کنیم. سلام، به کانال تک مکس خوش آمدید. من سید هماین بلخی هستم و در این کانال قرار است موضوعات مرتبط با ترفندهای موبایل و کامپیوتر و همچنان آموزش‌های ابتدایی شبکه و برنامه‌نویسی را پوشش بدیم. پس اگر از این سبک از ویدیوها خوشتون میاد کانال را سابسکرایب. خب قسمی که در اول ویدیو براتون گفتم اکثرا اگر ما خواسته باشیم فایلای که روی گوشی داریم پنهان کنیم، پس سراغ یک از برنامه‌های مثل گالری ویژه، گالری مخفی یا این برنامه‌ای که شبیه ماشین حساب یا ساعت است ولی کار پنهان کردن فایل رو با ما انجام میده، سراغ از اینا میریم و یک از اینا رو انتخاب میکنیم. ولی اینا یک ضعف یا یک مشکل بزرگ دارن. در کل نحوه کار از اینا قسم است که فایل میای فقط پنهان میکنه، یعنی از دید بقیه پنهان میکنه. ولی اگر بریم در قسمت رمزگذاری یا امنیت، این اطلاعات اصلا امنیت نداره. خب من گالری ویژه رو باز میکنم و از اینجا میم رمزش رو وارد میکنم. ببینید ما برای نمونه یک تا تصویر که در این قسمت پنهان کردیم این عکس است. این از محتویات گالری ویژه. بک میریم در قسمت برنامه کالکولاتور. اینجا براتون نشان میتونم که اینجا چی رو داره. خب دن کلیک میکنم و پسورد درج میکنم. برنامه با من باز شد و ببینن از قسمت فوتوز ما چند تا تصویر برای امتحان اینجا پنهان کردیم. مثلا یک تا تصویر ای هست و یک تا تصویر دیگه این میشه. به شمول اینا سه تا عکس دیگه هم در این قسمت پنهان کردیم. خوب است. این محتویات دو تا برنامه میشه. اینا رو ببینن. گفتیم اینا یک مشکل بزرگ و یک ضعف بزرگ دارن. ما میریم در قسمت فایل شخصی و بعدش اینجا ببینن فایل و فولدرهایی را که شما روی گوشی دارن نشان میده، مشکل نداره. ما میریم به سه نقطه کلیک میکنم و وارد تنظیمات شده و این نمایش فایل مخفی سیستم روشن میکنم. حال ببرن فولدرهایی که در ابتدای نام خود نقطه داره اونا هم نشان داده میشه که اونا از جمله فولدرهای چی است؟ فایل است، پنهان است. یعنی اگر شما در ابتدای نام یک فولدر یا فایل در گوشی به یک نقطه برین او پنهان میشه. ما گالری پلاس یا گالری ویژه در این قسمت داریم. ببینن گالری ویژه. ما اگر بیایم روی فایل شخصی این فولدر کلا محتویات چی میشه؟ اما گالری ویژه میشه. من این رو باز میکنم، فولدر دیفالت آلبوم باز میکنم، یک تا تصویر داشتم. ببین این فایل را که پسوند جیلس اضافه کرده این رو انتخاب کرده و میایم از قسمت تغییر نام. این فقط کار کرده فایل پنهان کرده، فولدر مکملشه و آمده داخلش یک تا پسوند داده که با برنامه دیگه باز نشه. من میره پسوند اضافه رو پاک میکنم و میفهمم که پسوند فایل های عکس چی است، جی پی جی و بعضی پسوند های دیگه داره. خوب است روی تغییر نام کلیک میکنم میگم تغییر. حالا ببینم خیلی راحت محتویات همون تصویری را که ما داخل برنامه داشتیم چی است اینجا دیدم میشه. اینی میشه از قسمت برنامه گالری ویژه. کالکولاتور هم دقیقاً امی ضعف داره. اگر ما بریم در قسمت فایل شخصی از این تمام شده میم بک. اینجا میبینم چیزی برام کالکولاتور دارم نه ندارم. خوب است خیر باشه. احتمالا در قسمت پیکچرز است. ما میریم پیکچرز باز میکنم. آها اینو میبینم کالکولاتور یا ماشین حساب در قسمت وجود داره. اینی میشه چی از قسمت کالکولاتور یا ماشین حساب. میریم در قسمت کالکولاتور و از قسمت فوتوز ما 5 دانه عکس. آها ببینن یک تا از عکس ها امی بوده، یک ای عکس میشه و دیگه بیایم ببینم یک از عکس های دیگه همین میشه. این اصلا زحمت تغییر پسوند فایل هم نداده، فقط تنها کار کرده داخل یک گوشه پنهان انداخته. اینی ضعف یا مشکل از این برنامه میشه. خیلی راحت محتویات پنهان شدگی یا قفل شدگی داخل از برنامه رو دیده میتونه. اگه خواسته باشم فایل های ما واقعا امن باشه، پس میشه ما بیایم به جای از این برنامه ها یک برنامه را انتخاب کنم که هم بیای به ما وظیفه انکریپشن یا رمزگذاری را انجام بده و هم وظیفه پنهان کردن انجام بده. خب وقتی که اگر ما به خود از فایل هم دسترسی پیدا کنیم نتونیم اون محتویاتش ببینیم. چطور؟ مثلا میشه از برنامه‌ای که همراه خود گوشی استفاده کنیم مثل سیکر فولدر
یا یگان برنامه‌ای که کار انکریپشن هم به ما انجام میده. چطور؟ ببرین ما میایم گوشی رو با وای فای وصل میکنم، وارد پلی استور میشه. یکی از برنامه‌ای که هم کار انکریپشن با ما میکنه و هم میتونه فایل ما رو پنهان کنه، برنامه است به اسم گالری والیت و من نصب کردیم در گوشی و به خاطر محدودیت امنیتی برنامه نمیشه از محیط خود از این برنامه ویدیو بگیرم، ولی بریم در قسمت فایل ما براتون موضوع نشان میدم. وارد فایل های شخصی میشم و از قسمت محل ذخیره داخلی اینجا میبینم فولدر گالری والیت هم ما دارم. من میرم باز میکنم و از قسمت فایلز چند تا فولدر داره، مثلا فولدر 2 تا ایر داره. ببینید فایل های زیر به ما چه کار کرده، این قسمت هست مگر ما نمیشه محتویات زیر ببینیم، حتی پسوند زیر مگر تغییر بدیم چیزی نیست. ما میایم در این قسمت مثلا احتمال میتیم یک چیز باشه تصویر باشه، پسوندش میبینیم در جی پی جی، ببینیم با تغییر نام و بعدش دوباره شکل دوباره چی رو میگیره، لاک میگیره، قفل به خود میگیره. اگه من فایل دیگر هم می کار کنم روش، بیم دی قسمت رو بگم تغییر نام، دوباره پسوند چی رو باشه میکنم، جی پی چی رو میکنم، دوباره چی میکنم، همین حالت است. حتی اگه ما فولدرهای دیگه شم بیایم همین کار انجام بدیم، کار رو به ما انجام نمیده، محتویات اصلی فایل به ما نشان نمیده. بیایم دی قسمت گیرم برای امتحان میگیم چی میمونم، جی پی چی میمونم. ببینیم که تماما یک چیز. پس میشه ما برنامه رو انتخاب کنیم که بیاید نه تنها با ما فایل پنهان کنه بلکه انکریپشن یا موضوع فشرده سازی رو انجام بده. یعنی ما از قابلیت های خود گوشی مثل سکیور فولدر هم میشه استفاده کنیم. این بود از موضوعاتی که ما در این ویدیو رو صحبت کردیم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.